грани распада. Флаги Империи поднимаются по всей галактике. А ты не предашь, оказавшись на свободе? Зачем я здесь, если вы не уверены в этом? У нас есть для тебя задание. Грядут испытания нового сверхоружия. Нам нужно понять, как его уничтожить. Если ты пойдешь на это, я хочу помочь. Готов? Готов. Я уже давно служу вербовщиком в сопротивлении. Они разрушили наш дом! Империя должна быть уничтожена. Я не ведаю страха. Все во власти великой силы. Капитан говорит, что вы друг. Я оставлю вас в живых. Спасибо. Времени мало. С каждым днем они становятся сильнее. Вероятность провала 97%. И больше бывало. Это наш шанс изменить ход истории. Ты со мной? До конца. این ماشین کیست؟ ندونم آخر باز شما این از آن شماست خانم سلن. بخشیش نفهمیدم. آخر با شما یک تحفه ناچیز گرفتم. یعنی در حقیقت بسیار ناچیز بوده است. این کلیدش است. اگر خواهید ماشین رو یک جای میرانیم. این چطور اتسا؟ از حد گذرون. خانم سلن فکر کردم که اگر ممکن باشد تو فکر نکن میلش، چون که تو از حوزه فکری نقص کردن نمیبروی. عیب میشود خانم سلن. در اصل بر شما عیب است. میلش بگذاری خیل باشد. از من نرنجید. این آدم رو بیده ماشین گرفته است. بیاداب. اینه که تو هم بیچاره رو پستی بد زدی. من تو رفتار خوب کردن خواست. رفتارش رو بلا زند. نه آخر مدام رفتار خوب کردن است، برای چی گول نمیگیرد؟ برزگو از او رو بسیار ناراحت شدم. خانم سلن اگر اینها رو از نام من قبول کنید من بسیار ممنون میشوم. ای بین چه خیلی گل دسته زیبا آورده است. شما مرا مسخره کرده ایستادید خانم سلن. بله من این گلها را از قبرستان روسا آوردم. اگر پای برده باشد، اگر نخواهید من این گلها رو میپرتویم. این گلها گرچه ارزان باشند لیکن من اینها رو با یک صمیمیت زیاد برای شما آوردم، اما تو شکستی دلم. ای سلین او خطا فهمید، بسیار عیب شد. به خدا بسیار عیب شد. ما باید همدیگر را با مسخره شدیم. یسلوید کسی مرا فریاد کرد؟ کی مرا فریاد کرد سلین؟ گلهایم رو بدهی. همه گل قبرستانه؟ بله. برای من نگرفته ایم اگر؟ البته برای شما. غیر از شما لوین با کی گل میدید؟ تشکر زیاد که این گلهای نوچیز را قبول کردید. من می ندارم لوین جان. لوین جان؟ مرا جان گفتی؟ لوین جان؟ مرا جان گفت بغدا.
دختری خاله سلت مرا جان گو. ای بچه تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تمام برادرم مرا خونسندی ما آغوش گرفتم. بیاش مرا یک آغوش بگیرم. چیکار کرده ایستاده ای برادر؟ سلت مرا لیدین جان گو. محبت را سلیدین باید آمو. که از که شاید چشمش بگیری هیچ یارا نمیبینه. خیر میبینم پسندت اومد. نی عزیزم چه علاقه دارد؟ نی عزیزم چه علاقه داره؟ رفتیم چی شد گبزن؟ گوش کن برادر کمی سر کنم آقای اکرم چرا به من زنگ میزند؟ لبای آقای اکرم تو آدم نیستی. چی؟ نفهمیدم. تو آدم نیستی گفتم. اما چون در بین کودکی شد وضعیت تغییر مییابد. چه خیل کودک؟ پدر میشوی پدر. پدر میشوم؟ حاله حامله است. شوکت بریز شوکت من با مسجد ندارویم. استاد چی شد یکون کس وفات کرد؟ نه استاد بسرم یک سوال مهم اومد. خدایا تا با چه خیل تو اومدی تلخم را کفاندی بپرس. استاد چرا ما خواب میبینیم؟ چی؟ خواب؟ چی شد تو دینا شب خواب دیدی؟ نه استاد ندیدم. خواب پیشینه رو؟ نه پیش هم خواب ندیدم. هجری تو آخرین دفعه کی خواب دیدی؟ استاد آخرین دفعه من کی خواب دیدنم رو به خدا نمیدونم. تو آخرین دفعه کی خواب دیدن تو رو نمیدونی؟ باز اومده از من چرا ما خواب میبینیم گفته سوال میپرسی. نویس. هجری شاید حیاتی بسر برده ایستادنمون یک خواب است. وقتی وفات کردنمون هنگامی به اون دنیا رفتن از این خواب برمیخیزیم. هجری این حیات یک خواب بوده میتواند. شاید حالا از سبب خواب دیدنم به این سوال جواب دادن نمیتوانم. آخر در خواب هستیم که از این جهت مانند خواب فکر کن. خیر من رفتم. من رفتم. آخر در خواب هستیم مانند خواب فکر کن. خدا راضی باشد استادی عزیزم. سرم آرام شده. علی جونم خبر راست است. استاد تو اینجا چیکار میکنی؟ آخر کی به تو گفت؟ هیچ کس باید نمیگو وعده داده بودند. من پدر میشوم با فرزندان میشوم. بیسرم تو چی کار میکنی؟ نبیرم را میفتانی و حامله است. ای بابا جون ای بابای تشکر زیاد. عشقم گوش کن در بینمون یگان زن ندر اومده است. از راستی آخر یگان کس هم همراه شده نمیتواند. من به غیر از تو هیچ کس رو دوست نداشتم اما حالا باز دیگر کس رو دوست میدارم. کودکمان را به خانه برگردم. برگشتم و برمیگردم اما یک شرط دارم. مایلش بگو عزیزم. تو فقط بخواه عزیزم. بخواه از آسمان ها ستاره ها فرود آرم. بخواه در هوا با پوفک ها حله نویسم. آسمان ها را یک طرف گذار و زمین فرا. حالا آن زن هست کن او را از شبه به دیگر جا روان میکنی. اگر نشود تو از آنجا میروی. فهمیدی؟ مایلش عشقم تو هر چی بخوای بکن. پس این طور باشد. مایلش برمیگردم. بله جماعت مسلمین در معروضه امروزمون چقدر وزن زورآوری کردن در دینمون گناه است. در این باره صحبت میکنیم. نمک بسیار گناه دارم اما تا امروز یگان زن را رنج و عذاب ندادم. در این باره دلم راحت است. آفرین با تو این زیبنده است. عیناً همین خیلی دوام ده. مرا گوش کن. تو به این موضوع بسیار دقت کن. به خدا پاره میکنمت. ای برادر خاموش شو. در مسجد هستی. بله جماعت گرامی مقام زن در دین ما بسیار مهم است.
فراموش نسازید دینی که زنها رو از ورطه زنده به زنده به خاک سپردن نجات داده و به زیر پایشون جنت رو توتیا کرده است نامش اسلام است. گوش اندازید جناب پیغمبرمون در خطبه بدایش این خیل فرمودند ای مردم و شما حق زنها رو رعایت کردن و در این خصوص از خدا ترسیدنتون رو توصیه میدیم. شما زنها رو همچون امانت خدا گرفته اید. فهمیده محترم جماعت؟ با خدا که داملو موعظه خوب میکرده است. ها با خدا در نزد داملو شرمندم. با خدا خوب شد که از سرداری پیشینم جدا شدم و با شما پیوستم. با این وسیله فرصت حقیقت رو دیدم به دستم اومد. بله. ای برادر آخری خیلی نمیشود. ایرج خب کن چون داملو در اینجا هست حقی گپ زدن نداری. گوش کنید محترم جماعت جناب پیغمبرمون امانت خدا میگوید زنها رو از همین سبب هنگامی به زن زورآوری کردنتون به امانت خدا خیانت کردگی حساب میشود. یعنی شخصی که نسبت زن یگان خطایی میکند نسبت خدا یگان خطایی کردگی حساب مییابد. استاد و خدا که راست میگوید اما چه خیلی خطایی گفته استاد این را نفهمیدم. اینجوری آن رو یگان جای نفهمش نیست. گوش اندازید بیشتر من از اینجا یک نکته رو خونده بودم با شما رسوندم. راه جنت ارزانه راه جهنم هم حتی لازم نیست. داملا شخص نسبت زن خطا کننده را اول خدا نمیبخشد بعد من نمیبخشم. چیزی که از دستم آید میکنم داملا. ای برادر تو چرا به موعظه داملا دخالت کرده ایستادوی؟ یا خدا توبه. ایرج کمتر خاموشی سو از برای خدا. اگر یکان خطاگی باشد داملا خودش مانع میشود. همین خیلی مگر در مسجد گپ میزنند خلیل. آخری خودش چی گپ خاموش شد اکنون آقای ایرج تمام. دیگه وقتی که تو گپ میزنی ممکن است کو من گپ نزده ایستادم و شما خاموش استید گفته ایستادم. ای بستی در مسجد خیلی نمیکنند. خیر ما هم گفتیم یگان گپی خطا گفتیم برادر. حالا این طرفش رو خوب فهمیده محترم جماعت. مادرهایمون اپاها خواهرها و زنهایمون همه‌شون زن میباشند. یک شخص پستی بی‌ادب اگر به مادر و خواهر زن شما ضرر رساند شما چیکار میکنید؟ نابودش میکنیم داملا. نابود از با دنیا آمدنش پشیمانش میکنیم داملا. خیر اگر بینیم که با یک زن ناشناسمون زورآوری کرده ایستادن چیکار میکنیم؟ داملا لطو کوب کرده استخوان‌هایش رو هم میشکنیم. این رو لطو کوب نگوییم آقای کانون اما این رو با مدد زن رفتن گوییم. بله محترم جماعت زنها با ما و با جمعیت از برای امانت خدا بودنش نسبت اونها همه وقت با احترام رفتار کردنمون لازم است. استاد شخصانی که با امانت خیانت میکنن آنها رو چیکار کنیم؟ آخر چیکار میکنیم دوستم؟ سر و بدنی او را هم میشکنیم. داملا اگر اجازه دهید یک خاطره ام را نقل کردن بخواهم. ای شما خاموش نمیشوید خدایا توبه. ایرج داملا من یک دوست داشتم بسیار دوستش می داشتم. یعنی قریب بود که آیله دار می شدیم. می دانید در آخر آن زن شیطانی کرده مرا فریب کرد. چه خیل خار کردم چه خیل محو شدم چه خیل از پای افتادم فهماندم بسیار دشوار است. خودم را به مای بخشیدم. بعد از آن دختر یک خبر گرفتم که ترسیده فکر کرده است که با او یگان ضرر میرسانم گریخته رفته است. چیزی نباشد در دین ما بازم دست برداشتن ممکن نیست داملا. دختر رو نکشته اما با خونت آمده خودت رو کشتنی خواسته و یاد بیار آقای کنعان دیوانه. با چه شد آقای کنعان؟ یا که با خودتان ضرر رساندنی بودید؟ آخر داملا آن طرفش رو آنقدر بیاد ندارم. آنجایش کمی آمیخته است. به خانه کلتکلز گفتنی یک دوست در آمده مرا به این حال آورد. داملا در مسجد در این باره گپ نمیزنیم. داملا در نتیجه به زورآوری نسبت زن با شدت مقابلم. یعنی زن مادر است به هیچ زیر کدوم مادران است. جماعت مسلمین آقای کنعان یک مثال آورد. در این باره با او سپاسگزاری می‌نماییم. بله محترم جماعت موعظه امروزه همون رو هم به پایان آورده رسوندیم. جمعه مبارک باشه.
آمده دامولازیا. خوش باشید خانم سیبا. مهمون سازی اصلا خوبم شیرینکم، تو چی خیلی؟ با خوردن شیرینی های تو اومدیم. البته که از شتی دامولو گوزه دامولو. بخور چی که میخوری بخور، لیکن از من دور شو. بیای درایت. با خدا از این کودک بزرگ شدم. یک گپزنی این کودک رو بین. باز آمد. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی دامولا؟ خوب هستم، شما چی خیلی؟ رحمت شما دیگه دامولا اگر اجازت باشد شینم. البته به یگون مشکلی مرحمت. چی کرد شما دامولا؟ خوب هستیم شکر خدا. دامولا معویزه امروزتون عالی جناب بوده، بسیار غذای معنوی گرفتیم. خدا از شما هزارها بار راضی باشه. از همه دامولا با گوشم یک دو چیزی نافارم آمد. بخیر از آقای کانون، چی خبر بوده است؟ شما از خانم زهرا جدا می شده؟ پس گفته خبری بعد تیز پهن شده از راست بوده است. معلوم که خبر تا با شما آمده است. دامولا از دستمان برای خدمت چیزی که آید ما تیاریم. و خدا یگون کار برای کردن نیست آقای کانون. ما انسان ها دنیاهای گوناگون بودنمون رو قرار داده را همون رو جدا کردیم. یعنی شما اکنون خانم زهرا رو دوست نمیدارید؟ ها؟ دوست نمیدارم. چرا خندیدید؟ دامولا با تشبیه هم خفه نشوید و این خیل نکنید دامولا. آخر مؤمن برادری مؤمن است دامولا. شما با خانم زهرا بسیارم عاشق هستید. بخیر است آقای کانون، این از کجا برآمد؟ دامولا از یگان جا نبرآمد و از قلبتان فواره میزند. فواره آن از آنجا نمایان است دامولا. با خدا شما آن را خطا میبینید به فکرم آقای کانون. این کارا نکنید دامولا. ما هم دوست داشتیم، ما هم عاشق شدیم، اما یک بار دوست داشتم را از دست دادم. حالا باز او را یافتم دامولا، اما او مرا دوست نمیدارد. چی شد؟ اصول با کار نآمد آقای کانون. دامولا به این حال من نگرید. کالتکیل از گفتنی بیشرف اگر مرا به این حال گرفتار نمیکرد، مگر به اصول من احتیاج می داشتم دامولا. اما شما از دست نمیدهید دامولا. برای این چیزی لازم باشد از دستمان چیزی آید، همه چیز را میکنیم. مانندی شما به یک آدمی محترم یگان فایده هم رسد. شاید خدا به من دستگیر کردن آن کلتکیلسی پدر لعنت را نصیب کند. انشالله آقای کانون، انشالله. بخشش دامولا، بخشش. یکی از دهانم بیرون شد. عذاب دارم در این خیل حالاتو چیکار کنم دامولا؟ خیر میلش، با اجازه شما. اجازه از شماست. تا باز. خدا حافظ. شما دیگه. این شما در شعبه پلیس روبرو شده بودید. اکاتون رو گم کرده بودید. بسیار غمگین شدم. دلم بسیار پاره پاره شد چون حال شما را دیدم. خدا رحمتش کند. نه در بین خطا شده است. اکای من زنده است. ها همین خیل؟ بله. اوه بسیار خوب. انشالله در مدت بسیار کوتاه او را میابید. انشالله. تا باستید. خدا حافظ. السلام خانم بتول. السلام. ما رو ببخشیدم و شما کانون رو از کجا میشناسید؟ نمیشناسم، تنها یک بار در شعبه پلیس روبرو شدیم. تمام. یعنی از من خفه نشوید و اونقدر راستی آدمی خوب نیست. اگر یکم بار دیگر با او روبرو شوید بسیار هم صحبت نشوید گفتنی بودم. آخر من با او هم صحبت نیستم. تنها درباره اکرم یک چیز پرسید، من جواب دادم. تمام. با حیات داخل کرده همه چیز رو معاف کردن نمیخواهم. در اصل اکایی که سالها جستجو دارد دوست بودنش رو فهمد، دنیاش تیره میشود. مرا دایم مانندی کودکیم به خاطر آورد. مادر ملیس بخیر است؟ میبینم بسیار خورسندی. بله خورسندم مادر جان. کمی گپ زن چی شد؟ امروز بسمی خوراکی نصفی روزی خوردم.
بازو مرا به سیر و گشت دعوت کرد. بسیار عالی جانم خیر. درباره چی گپ زدی؟ همین خیلی آنقدر گپ‌های مهم نزدیم اما امروز گویا که به من دیگر خیلی نگاه کرد. از زهره امیدش رو کنده؟ جوهری حقیقی رو ده؟ انشالله همین خیلی میشود مادر جان. همین خیل. مادر و بنیلیس دامولازیان نباید با زهره جدا شوند. به من کمک رسانید که آنها را آشتی کنانیم. ای ملیس تو از طرفی خطا نظر داری. کمی عقلت رو کار فرما. اگر زهره از دامولازیا جدا شود در چشم آقای اکرم پس می شود. آخر مادر اگر زهره از دامولازیا جدا شود من سمی را از دست میدهم. اگر زهره در چشم آقای اکرم پس شود چشم سمی بغیر از تو دیگر کسی رو نمیبیند. خواطر نشد. مادر شما دائما خودتان رو فکر میکنید مرا فکر نمیکنید. من هم همون رو فکر دارم. یعنی آینده همون رو فکر دارم. تو هم کمتر با عقل باش. شما هم طبیعی مرا خیره کردید. لیوینت ها با اونال تو امروز گپ زدی؟ نه گپ نزدم. هیچ گپ نزدم کمیسر سرویناز. یا خدایا آخر به زنگ‌های من هم جواب نمیدهد. خواطر شدم. یا خدای تبا من هم خواطر شدم. یک من از تلفن خودم زنگ زنم. گداگ رفت. علیا سردارم. بله بله سردارم این بسیار خبر خوش. راستی تبریک میکنم. ینگه هله را هم تبریک میکنم. بله سردارم تا بازدید. خیر چی میگوید؟ میدونه چی؟ ینگه هله عاملدار شده است از اکای اونال. چی؟ یعنی اکای اونال پدر میشود ینگه هله باشد مادر. اکنون سردارم از ذوق سیاه و کرتکل از گفتن آدم ها خلاص شد. از این پس با نیچه‌اش آواره شده فکر یگان کس را نمیکنم. خانم سرویناز با اجازت شما من پیش سردار اونال میروم و برای نیچه یک لباس میخرم. رو اصلا اونال از کلتکلوس دست نمیکشد. اون حالی باشد از جای آمدهش باز میگردد. اونال باز از من میشود. من به اینجا بیخوده نآمده هم. میبینیم که در حقیقت زاغ سیاه دامولازیا بوده است. اگر همیخیل باشد درحال به پلیس تسلیمش میکنم. اماکی اکرم اگر فهمید که نبیرد با یک ساختکار فاتحه شده چیکار میکنیم میبینیم. انشالله. یا خدای توبه باز این جواب نمیده. در کجا باشد؟ عشقم من آمدم. ای اونال در کجا بودی؟ اینقدر دیر کردی. عشقم نگاه کن چی ها آورده. اینها چیستن؟ برای کودک ما خرید کرده. نصف پولی بازیچه ها رو من دادم یک اهله. دست درد رو نبینم. در اونجا گذار. سردارم ینگه اکنون من میروم. برای همهش بسیار سپاسگزارم. خودت رو احتیاط بکن لیوین. تشکر. مهلش خیلی کنجا میوم. آخر تو چیکار کردی اونال؟ اینها چیستن؟ عشقم اینها چیزهای در دوره اول لازم بوده. در اصل چرخه گرفتنی بوده. اما فروشنده گفت که از 3 سالهای پایان ممکن نیست. یعنی حالا تا تولید طفل کلان شدنش وقتی بسیار است. بین عشقم بینه نگر بینه نگر کودکمان تولد شده زود کلان میشود. آخر یک مینگیری که تب راه گشته مینگیری که بعد کلان شده است و بالای شیفت ها را میگردد. این خیل جهیده در روی دیوان ها میگردد. بعد میبینی که افتیده است. آخر کودکان این خیل جهیده و پریده کلان میشوند. علی آخر با آرزو ما میرسیم علی جان. با آرزو تو اینقدر خنده آور بوده. یا خدای توبه جانکی من. زنک جانم عشقم. یا خدا جان در حقیقت امروز روزی من بود. سردارم اونال حامله دار شد. سلین جان باشد گلی ناچیزی مرا قبول کرد. جانان شد نیکی. ایوا اکنون چیکار میکنیم؟ جایی نداریم که شب روز کنیم.
اکنون بشین سرم چرخ زد. چی کنم سلین؟ از فکر دیوانه میشوم. چون حس میکنم که گویا با بابایم یگان واقعه ناخوش رخ میداده باشد و ترسیده شدم. خیر تو هم با او نگو. اصلا من تایها قرارم را دادم سلین. با بابایم جدا شدنمان را میگویم. اکنون دیگر بسیار پنهان میکنم. نمیتوانم. خودش چی گپ است؟ در این شب در اینجا چیکار میکنی؟ بابایم ناراحت شده است، با او آب میبرم. با بابایم چی شد؟ چرا؟ من یک رفته بینم؟ نیست تو نرو زورو. با او چی شد؟ چرا من باید رفته نبینم؟ این خیل چون که چی بابایم برای تو غمگین نشوی گفتنم رو نخواست، یعنی یگان جای ترسش نیست، اما امشب به نزدش نرو. اما من خواطر میشوم. لطفا زهرا تو خبر دادی گفته بعد مرا جنگ میکند، آخر داروهایش را خورده خواب میکند، من تمام شب در نزدش میشوم. لیکن وعده ده که اگر حالتش بد شود به من خبر میدهی. مایلش خواطر نشو، انیک خبر میدهم. بابایم مرا انتظار است، من روم. مایلش عزیزم. درباره جدا شدنمون پگاه گپ میزنم. میبینید دنبالازیا حالا زهرا رو خلاص بکن. چی شده؟ زاغ سیاه زهرا رو دزدیدیم، اگر خواهی که با او ضرر نهاید ساعت 4 با فابریکای محله بیو. رقمی تلفنی یازنه اونال. ها یازنه اونال چند است؟ انا اکنون نوبت پلیس. اگر زاویسی آن را دستگیر کردن خواهی ساعت 4 شب با فابریکه محله بیا. این آخرین فرصت توست، چون که زاویسی ها به خارج فرار میکنند. زاویسی ها اوی کالتکیلا است را دستگیر کردم. کارت این رو برآورده پرتافتن رماش حالا است. این دفعه کارت حالا است. عشق من زود میویم. کالتکیلا است را دستگیر کرده جشنواره میکنم.
بعد از این همه چیز مانند خواست می شود. الو ساوینوس، خبر اومد. کالت کلاس به خارج فرار میکرده است. به حرکت میگذاریم. ساعت 4. خواطر نشازه تو را نجات میدیم. تو از کالت کلاس بودن زاغ سیاه باوری داری؟ خبر دهنده تنها زاغ سیاه گفته است. زاغ سیاه کالت کلاس است. از خودم باوری دارم. دستان تو رو بردار. دستگیر شد. قسم میخورم که دستگیر شد. آفرین اکیونا. با تو گفتم بردار. یگان حرکت ناجان نکن، نباشد نپرانم. حالا باشد آهسته آهسته به طرف من تاب خور. زاغ سیاه. یا که کالت کلاس میگفتم. نقابت را برار. با آخری کار آمده. آی کالت کلاس، این دفعه تو تمام شدی. نقابت را برار گفتم. او کی بود است؟ ای بچه تو کی هستی؟ بلا زند. آخر زاغ سیاه داملوزیا نبوده است؟ افتش رو بینینا. زهرا با این عاشق شده است. روبو کالت کلاس این تویی؟ کارها چخیر؟ کارها برباد رفت. که به خدا قرضای ما رو با تو سپرده نمیدیم، اما کارها جزیر شدن. مهم نیست روبو. قرضت را میسپری، خواطر نشو. یعنی چی خیر؟ اکا نقاب رو با من دو. ما رو با اینجا روان کرد. من بیگناهم. آی کالت کلاس بیشرف، باز مرا مسخره کردی ها؟ اکا من روم. با کجا میروی؟ با کجا میروی؟ Unal? 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 کجا شده باشه؟ در بغل چی داری؟ تو کالت کلاس رو از کجا میشناسی؟ بله. الو. شما کیستید؟ سلام حلی جان، من سرویناز. سرویناز؟ اونال در کجاست؟ گوش کنید حلی جان، آروم باشید. یکون جای تلاشش نیست. مایلش ما با اونال از قپای کالت کلاس بودیم.
چی؟ کالتا کلوس؟ بله یک کس را دستگیر کردیم لیکن کالتا کلوس نبوده است. اونم حالا پرسپوز دارد، یعنی وقتی به تلفن جواب دادن نداشت. من زنگ زدم اما خواطر نشوید، یگان جای تشویش نیست. اونال بسیار هم خوب است. بسیار آرام شدم. یعنی معلوم که در شکاری کالتا کلوس هستید. آفرین. و شما موفقیت خواهانم. بلا زند. آفرین اونال. حیف بر تو بود. این دفعه تمام. انیق تمام. پیش درا و ماشین سوار شو. بله عزیزم من آمدم. جوانم من آمدم. بله زنک جان من آمدم. تو در کجایی؟ تو رو ترک کردم اونال. وعده دادت رو نداشتی. تو رو با سروینوس در شکاری کالتا کلوس موفقیت خواهانم و من دیگر زنگ نزن. برای گپ زدن هم کوشش نکنم. با خدا کسی ما رو با دام افتاندنی بود، اما کی؟ شخصی که ذوق سیاه بودنم رو میدوند یا شبهه دارد. این خیلی ناامیدی به تو زیبنده نیست. با خدا با سر گویی و شخصی از قصر میوید. مثلا آن سمی لاغر. دخترم بیخور آخر. اشتها ندارم بابا جان. یگان جای درد داره دپه؟ نمیخواهم گفتم کو. یکی تیفلت گروس نشده است؟ اکنون با اونال همش تمام شد. این دفعه تماما به آخر رسید. اپا جان التماس غمگین نشه. من با اون خونه برگشته نمیتوانم. آخر عقلم نمیگیرد. یعنی شخصی که صاحب طفل میشود چرا حالم از خفای کالتا کلوس میدود؟ آخر دینا گپ زدیم به من وعده داده بود. راست میگویی. آنونال به هیچ چیز لایق نیست. حتی آدم نیست. آدم. نمیفهمم. در حقیقت نمیفهمم. وعده داده بود آخر. با من وعده داده بود. حله جان مردانی حاضر زمانه چپ و راست رفتنشان معلوم نیست. طفلی در بطن بوده و دختری مرا غمگین میکند. آدم باشد که پدر شود. زورا اگر خواهی حاضر گپ نزن. شب گپ میزنی. بابایت بسیار عصبی است. به فکر من هم. بابایم در این حال عصبی بودن زهرا به گپ زدن جسارت ندارد. یک راهش را یافته و بابایم نگفته آنها را آشتی کردن لازم است. سلامت باشی عزیزم. زهرا جان سلامت باش. شفا یابی. به فکرم زکام میشوم. تشکر. اگر دامولاز یا بیمار شدن زهرا را فهمد آشتی میشده باشد. عزیزم بیمار هستی؟ به فکرم زکام میشوم بابا جون. امروز به کار نمیروم. کم ترک استراحت کنم. چشمانم سوخته شده. دامولازیا چخیل است؟ مدت زیاد شد که ما نخوردیم. بابا جان بعد از استراحتم گپ زنی میشود؟ مایلش. با اجازت شما. خواطر نشو. با تو گپ میزنیم. بله در اینجا همین خیلی نوشته شده است. از همین سبب گفتم. انا بین هجری 18 روز نکش. معلوم که دفتر قلم رو تیار کرده. در سر سوال هست. زود پرس. اکا اجی بسیاری بد گپ زدی. مگر همیشه سخن میگویند؟ تو خب کن. سوالت رو پرس هجری. استاد سوال من این خیلی از در اینجا یعنی یک دقیقه. لبای چه شد؟ زهرا بیمار است؟ خانم ملیس یک اسپان رو دود دهید. بالی موی چای کنید. همش میگذارد. آخر دامولازیا در برش بودنتون لازم است. خودش رو بد حس میکند.
در این حال به شما احتیاج دارد. بعد از مشکلی های در بینتون شده خودش را بسیار تنها حس میکند. بسیار غمگین است. خانم الیس چون صحت شود همش میگذارد، هیچ چیز نمیمونه. خاموش کرد. یا خدایا توبه. جواب نمیدهد. ای سربیناد آخر چرا به حاله گفتی که ما در جستجوی کلتکلس هستیم؟ آخر اونال تو مشغول بودی. چون به تو زنگ زد فکر کردم که خواطر نشود یکم فکری بد نکند گفته این کار رو کردم. یعنی این کارو چی جایی باهیمش هست نمیفهمم. از من جدا میشود. جدا من نابود شدم. ملیس چخیلی جانم؟ خوب خودت چخیل؟ خوب من یک چیز پرسم. تو چرا جدا شدن زهرا و داملوزیا رو نمیخواهی؟ آخر زهرا مثل اپا هم است. یعنی خوشبخت شدنش رو میخواهم. راستش رو بگو. راستش رو میگویم. چرا برای من نمینگری؟ نگاه دارم کن. خیر تو چرا جدا شدنی آنها رو میخواهی؟ نه عزیزم چه علاقه دارد؟ جدا نشوند. ای بیومون خوب میخواهی کنی قایل شو. میخواهم. من با داملوزیا بسیار عصبی میشوم. مگر داملو این خیل میشود؟ تو از همین سبب داملوزیا رو پی بردی یا که یگان شبهه داری؟ نه در اصل تو گفت و کو کردن این آدم رو یک طرف گذار. داملوی مسجد است آخر. آخر پدر جان شما را اینقدر شاد و خرسند دیدن چی زیباست نه؟ زهرا و داملوزیا یک آشتی شوند، باز توهایشان را کنیم. تو بد خرسندی مرا ببین. زهرا هم آمد. ما هم کمی پیش درباره تو گپ میزدیم. سلام. سلام. چیکار کردی؟ با داملوزیا گپ زدی؟ زهرا مشکلی های در بینتان بوده را حل کردید ها؟ بابا جان ما کمی تنها صحبت کرده میتوانیم؟ مایلش گپ میزنیم یا رفتیم؟ مایلش پسرم. مایلش. آقای کنعان اومدن. این در اینجا چی میکوبد؟ آقای کنعان؟ مایلش در آید. بابا جان بعد گپ میزنیم. حالا من رفتنم لازم است. مایلش دخترم گپ میزنیم؟ با اجازت شما. مایلش. السلام علیکم آقای اکرم. بخیر است؟ تو اینجا چکار داری؟ چکار دارم؟ آخر یکم نمیشود آقای اکرم. چیزی نباشد ما خدای حساب بیابیم از طرف داماد هستیم. یعنی آخر با شما خدا پیشتر هم گفتم داملوزیا به صاحب نیست، ما از طرف او هستیم. عصبهایم خودش ویرانند. با تو سر کار گرفتن نمیتونم. کنی از پس کارت شو. رو زود. آقای اکرم من آخر خودم اینجا برای کار آمدم. شنیدم که بین داملوزیا و زهرا این خیل نافهمی خورد بوده است. میدانید در همه مناسبت این خیل میشود کاری ما باشد. آنها را آشتی کردن. آشتی کردن؟ بله آنها جوانند، غرور میکنند، از مورچه فیلم میسازند. مگر اینقدر مبالغه لازم است؟ نه و امایش هست. امایش نیست آقای اکرم. من اینجا شخصا جوانان را برای آشتی کناندن آمدم. تعریف نشود و موفق نشده هم دست کشیدن در طبیعتمان نیست. فهمیده؟ این کار چه می شود؟ بیایید فهمانم. سمی این کنعانش کیست ها؟ من یکم بار میبینم با آدمی سوز مانند نیست و اما بسیار خوب. بله
اما اول دامولا زیا رو به خوراک دعوت کردن اما لازم. نه دعوت نکنین. یعنی این خیلی زود دعوت نکنیم، کار داشتگی سفر. تو خاموش باش بیشرم. چی آخر از این باز چه خیلی کاری مهم می شود آقای اکرم؟ همین خیلی نه؟ دعوت کن، دعوتش کن. اگر دومروز همین فکر کرده باشد او از کجا فهمیده است آخر من در کجا اشکر شدم؟ یا خدا، این کنعان از من چی میخواهد؟ الو آقای کنعان؟ الو دامولوزیو، در حال آمدنتون در کار در کجاه؟ ما در خانه خانم زهرا هستیم، زودتر باشید. مسئله حیات و ممات زود باشید. در خانه زهرا هستید؟ بله بله، زود باشید دامولو، در حال بیاید. خانم زهرا را انتظار نکنید. مایلش خدا توبه، کنعان دیوانه در این خانه چی میکند؟ باز با زهرا یکان مشکلی نارم. مرحمت. شب بخیر. شب بخیر. بیا لبین بیا. خدا جان، شکر که باز یک جا شدیم سردارم. دیروز که رفتی با آمدی هم قیادت کردم که سردارم. این خیلی نگوید سردارم، آن یک روز به من مانند 1 سال شد. تنهایی درد سخت است. این خانه را بسیار یاد کردم سردارم، چیکار کنم؟ لبنت ینگه حالیت باز منو ترک کرد. شنیدم سردارم، بسیار غمگین شدم، اما کار شدگی شد. این کار رو باز از جهت خوبیش نظر کنید. جهت خوبیش چی بوده است؟ ینگه حالی رفت، من آمدم. تو خودت پزم؟ میپزی؟ یاردم کنم؟ شما فقط یان باش کنید دادرمون هم باشه. دایم این خیلی خورسنده نمی شود. بعضا جنگ و بحثا میکنید. جنگ های شیرینی بین دوست داشته ها در طبیعت عشق است، اما خود را به دست داشتن لازم است. البته مهمش دراز نکشیدن است، پریشان نماندن. البته که در بین جدا شوی آلیده می شود. طبیعت دستین همین خیلی نه؟ با خدا بسیار خوب گفتید آقای اکرم، حق بر جانب شما. تشکر زیاد. یک برادری بسیار عزیزمان در یک سرودش میگوید که از من محبت نه، جانم را بخواه، آن را از خود بکن، هیچ گپ نمیگویم. یعنی برای عشقت در کار شود، جانت را فدا میکنی. برای عشق مردن باید، بعد آن عشق میشود عشق. آقای اکرم از من نرنجید، با احساسات داده شدم. خفه نشوید. چی گفته ایستاده بودم؟ عشق را فهمانده ایستاده بودید. مانندی گفته ای آقای اکرم هم ما انسان‌های دنیاهای گوناگونیم گفته این خیلی مسئله های خود را مشکلی نمی کنید عزیزان. من این خیلی گپ گفتم ها؟ آخر آقای اکرم نگفته باشید هم میگویید دوستم. من برای این بجای شما با آنها مصلحت دادم. نفسم تنگ شد. عشق را چیزی با فهمانده ایستاده اید. صبر میکنی، کاری صبر است عشق. صبر مانندی تسبیح میگردانی، یک تا. پدر چی گفته است؟ انتظار شدم که دوست می‌دارد. صبر در یک طرف، امید در یک طرف ماند. آفرین.
بیا برادر با مرچکشک شیده این سری هشتم شفا دیودار نیست؟ عجب کینا بوده است لبه که فروخ ها اونال اون کنعان دیوانه است کی است؟ اون دیوانه که با اینجا آمده است پسرم؟ او در آنجا چی کار دارد؟ آخر چی دانم این داملازی ها با زهرا قهر شدند آنها را آشتی کردن میخواسته است خوب دیوانه کنان چه علاقه دارد؟ چه علاقه دارد میگویی؟ این کنعان دیوانه داملازی ها را بسیار دوست میداشته است هر دویشان را آشتی میکنه میگوید یا خدایا توبه کنعان دیوانه در آنجا بوده است من به تو زنگ میزنم اوه چی شد؟ سردارم کنعان دیوانه با خانم سلن در یک جا بودن نمیتواند لبن اجازت نمیدهد با کجا؟ پسر با کجا میگویم؟ در کجا آمده بودیم؟ من میگویم که جوانان را آشتی کننده تاریخ توی را معلوم کنیم توی؟ من هم باید با توی تیاری بینم توی؟ بینید هر دویشان چکل در هیجان افتادند این چه علاقه دارد؟ آخر آقای کنان بله داملازیو ما میکنیم از طرف داماد هستیم من میکنم توی را من میکنم نه توی را من میکنم شما چی میگوید آقای اکرم چی میگوید در کجا دیدید که توی را طرف دختر کنند توی را طرف داماد میکنند شاید اویلادار شدن نمیخواهند یعنی یک پرس این طرف های مقابل رو بحث کردن لازم نیست ادامت را گیر احمد کاری تو چی گفتنی اویلادار شدن رو نمیخواهند این چی گفت اویلادار نمیشوند این خلاص فاتحه گشتن نمیشوند آفرین آقای کنعان یعنی آقا این مرا آقا نگو دمت را گیر گفتم به شرف احمقین رو انتظار است از جدا شدن ما چقدر وقت گذشته است اینها تا حال درباره توی ما گپ میزنند انا یا با گرسیا چی شده استاد از یا ما جدا شدیم چه خیلی توی خانم زهرا جدا شدنمون رو حالا هم نگفته مرحمت شما گویید آن روزی توی را گپ زنید آخه یک دقیقه گپ زدن باشد گپ میزنیم و این خیلی خواستی شما نمیشود اوف بابا جان چی فرق دارد مهم اویلادار شوند فرق دارد فرقی کلان دارد توی نبیرم را دیگر کس کردن نمیتواند من حالا نمردم آقای اکرم عیب میشود آخر این خیلی دیگر کس نگوید یعنی از طرف داماد هستیم گفتیم لطفا یک دقیقه شما چه خیلی از طرف داماد میشوید دامولازی ها را پرسید ها رازیگی او هست یعنی حالا همین خیل شدیم ها دامولازی ها شما راضی هستید؟ چه خیلی راضیگه؟ از زهرا پرسیدید که عجب با اویلادار شدن میخواهد یا نه؟ یعنی در دامولازی ها آخر نشانه های اویلادار شوی معلوم نیست؟ نه این خیلی نیست شما جدا نمیشوید زهرا شما یکدیگر رو دوست میدارید ها؟ چی خیل جدا شدن ها؟ چی خیل؟ یگان خیل جدا شدن نیست چی خیل جدا شوی؟ یا خدای توبه نه؟ از شما میپرسیدیم آقا؟ مجبوری نیست؟ مجبوری اپا؟ عاملیست ای بس کن چی مادر؟ یعنی با فکری من تو دمت را گیر با تو کی اجازت داد که گپ زنی داملا بسیار اصولی خوب است دوام ده شما چی ها گفته استادید آقای فروخ آخر داملا نمیفهمند دوام ده آخر شما فکری چی رو داره نفهمیدم در بینمون موند داملا فهمیدم میلش چی میلش فروخ؟ با تو چی تولی؟ با ما دخالت نکن آقا مناسبت شما هم ویران باشد حالا چون آمده هم گپ نزنم؟ نه مناسبت ما ویران نیست همش خوب است خدا را شکر این کار نمیشود بهوده مجبور نکنید بابا جان میشود ها آقای اکرم با خدا حلال باد باید شود از خود زهرا پرسید که نمیخواهد یا نه؟ ای میخواهد خودش گوید یک لحظه اگر اجازه دید من همش رو اشکارا با شما فهمونم هیچ کس از جایش نچوبد خود را بیره
تنته میپس خیلی سال شوه آی خدا شکم شما کیستید؟ از ما چی میخواهید؟ از شما چیز نمیخواهم آقای اکرم از من میخواهم این بیشرفا دشمنان من هستند بیشرفا دل و گرده نکردن که با مقابلم برایند این خیر یک طرفی ضعیفی هم را یافتم بسیار گپ نزن بیش در میروه ادم شو وکا این دختر رو هم گیره میگیره زیبا بوده است در راه خوشحالی میکنه دختر رو سرده نباشه شما رو همینجا پاره پاره میکنم من را گوش کن کنعان سلاحت را پایان کن که میپرانم دختر رو سرده در جایت ایست قهرمانی نکن که میکشمت با جایت چین حاضر تو رو میکشم تو ما رو پراندن نمیتوانی آن سرداری بیناموسات ما را زنده میخواهد درست اما قصدی دوستم را گرفتن نمیماند تو یک جان را گرفتی اکنون نوبت من دختر رو سرده گفتم نبیرم رو سردید دمتون رو گیره وزیر همتون رو یک تا به یک تا بکشم دست بگو دست که بپرونم های کن بچه های کن اگه چی به اول منت کرده ایسوری بچه گوش کن برادر رفیقت رو پرون میفهمم غمگین شدی غمگین نیستم عصبیم قصاصی دوستم رو میگیرم مدام جان کسی رو گرفتنی دختر رو سرده مرا گیر وای با فکرم قهرمان اینجا تو هستی این دختر با تو کی میشود فاتحه شدم بسیار دوستش میداری بله بسیار دوست میدارم از جانت هم زیادتر برای از جانم رو دریغ نمیدارم حلالت بود این خیلی عشق در این دور گر رو دراز نکنه دختر رو سرده کبوتر نشو دراز نمیکنه من زنده هم با او ضرر رسوندن نمیتوانی میخه مایلش مدامی که مردن میخوایی از تقدیمات ازو پرودکشن فریدونی ریزا یاری فیراری دیلم را بردی و رفتی بیکردی به وفایی کیسه رفتن و نآمدن افسانه خاطره های شیرین و دردآلود ترنم وفا و مذمت فراق شب تو چون گلی مهتاب برایم کیسه گفتی در همه نقطه های فروشی موادی اودیو و ویدیویی یاری فیراری تو یاری فیراری
ба 0023 ва 0024 занг занед. коди мусиқиро гирифта тугмаи даъватро пахш намоед. ای مادر توی فرزندات مبارک باشد ای شادی جیگر بند تراشانه در گذری ما یبی میدان ایدا دری ما ای شرب بین چیره خشوشه خیب نمیگیره کاری موشه تراشانش کنیم حیث میدانش کنیم همه ما شادی کنیم نوشه شادانش کنیم یه شب شبی تراشانه شبکه در حلقه دوستانه شب شبی تراشانه شبکه در ای گل بین در باغ ای بلبل بین در باغ ای شهیم و مجنون ای دیلش بلیلی داغ ای خیز بیا دوست به تبریک کشان شبکه در حلقه دوستانه شبی در تراشانه شبکه یازنا بی غیکل